أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف 5 درس گرفتیم و حالا باشد انشاءالله درس ششم را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان درس ششم. حالا ما و شما در درس ششم قرار داریم. خب موضوع درس امروزه ما و شما دو چیز است. یکم تقسیم اسم را حالا تقسیم میکنیم که به دو قسم باز تقسیم می شود. بعد از این اشتقاق ها هست که از این اسم این اشتقاق ها گرفته می شود، اشتقاق های 12 گانه. و بعد موضوع سوم می شود این را بگذاریم که یعنی که بعض اصطلاحات علم صرف، بعض اصطلاحات که اینها را دیگر در همین درس میگوییم و در آینده ها دیگر ترجمهش نمی کنیم. اینها را انشاءالله معناهاش در کتاب به زبان فارسی همچنین ترجمه شدگی است، لیکن شما حفظش کنید و نوشته برای خودتون بگیرید. خب درس امروزه ما و شما تقسیم اسم. صاحب کتاب در اینجا درباره تقسیم اسم صحبت میکند که میگوید که تقسیم اسم بر دو قسم است. ببینید اسم ما گفتیم بر دو قسم تقسیم میشود. اکنون دو قسم چی است؟ یکم اسم جامد است، این را میگن اسم جامد. اسم جامد یعنی اسمی که شخص شدگی است، از اون چیز گرفته نمی شود، یعنی این اشتقاق ها گرفته نمی شود، او را میگن اسم جامد. خب دوم اسم مصدر است. اسم مصدر این 12 چیز اشتقاق کرده می شود، این 12 چیز گرفته می شود، اشتقاق معناش گرفته می شود، این 12 چیز. خب اکنون صاحب کتاب این را بیان میکرد که اسم جامد یعنی چی. میگه اسم جامد آن است که از وی چیز اشتقاق کرده نشود، همچون رجلون. مثلا کلمه رجلون ببینید، رجلون، یا مثلا فرسون. این دو کلمه را ببینید، یکم رجلون یعنی مرد، از این مرد این 12 چیز اشتقاق کرده نمیشود، یعنی از کلمه مرد رجل این 12 چیز اشتقاق کرده نمی شود. یا مثلا فرس یعنی که اسب، پس از کلمه فرس، از کلمه اسب این 12 چیز اشتقاق کرده نمی شود. از این حسابی را میگن اسم جامد، یعنی اشتقاق کرده نمی شود. این بود اسم جامد و ما با اسم جامد دیگر کار نداریم. دیگر تا آخر کتاب ما در این باره صحبت میکنیم، در باره اسم مصدر. اسم مصدر یعنی چی است؟ اکنون که این قدر مهم است، این قدر لازم است که تا آخر کتاب در باره صحبت میکنیم. این چی است؟ صاحب کتاب اکنون میگه اسم مصدر آن است که از وی چیز اشتقاق کرده شود. اکنون از اسم مصدر اشتقاق کرده می شود، این 12 چیزی گفتگیمان اشتقاق گرفته می شود از اسم مصدر. و در آخر معنای فارسی او دال و نون، در آخر معنای فارسی او دال و نون باشد و یا تا و نون باشد، یعنی در ترجمه کردن در آخرش دال و نون یا که تا و نون میاد. صاحب کتاب خودش دو مثال آورده است. مثلا یکم که مثلا دربون یعنی که زدن، یا مثلا میتونم بگم که قتلون یعنی کشتن. ببینید ضربون زدن، وقتی ما ترجمهش که میکنیم میگیم که زدن، در آخر معنای فارسی دال و نون است. ببینید دال و نون. یا مثلا وقتی که کشتن رو ترجمه میکنیم میگیم کشتن. ببینید در آخر معنای فارسی چی است؟ ت و نون است. همین را گفته است که در وقتی ترجمهش میکنی به زبان فارسی کلمه را، در آخر معنای فارسی اون دال و نون میآید زدن، یا ت و نون میآید به مثل قتل کشتن. پس انا همین رو میگن اسم چی؟ اسم مصدر که از این اشتقاق ها گرفته می شود، از این 12 چیز اشتقاق می شود. اکنون به همین موضوع خلاص شد، یعنی اسم به دو قسم تقسیم می شود. ما پیشتر خوانده بودیم که اسم ثلاثی می شود، رباعی می شود، خماسی می شود. اون موضوع دیگر است، اون تقسیم دیگر تقسیم است. این باز تقسیم نو است.
یک اسم چند بارها تقسیم میشه. در آینده در دیگه کتابا با تقسیمات دیگر میخونیم. چطوری که درس‌های گذشته گفتیم که علم صرف تقسیمات بسیار دوست می‌دارد که ما باید همه اینها را در سرمون جا کنیم. با اسم با جامد و مصدر تقسیم شد و به دو قسم. اکنون این خلاص ما درباره مصدر اکنون صحبت میکنیم که از مصدر این چیزها اشتقاق کرده گرفته می شود. بیایید اکنون صاحب کتاب را ببینیم که چی میگه. صاحب کتاب در اینجا بنده عنوان گذاری کرده هستم که اشتقاق یعنی که اشتقاق به معنای گرفتن. در زیرش هم همچنین در توضیح گذاشته هستم که در لغت به معنای گرفتن از شیء، از یک چیز رو گرفتن را اشتقاق میگویند. پس ما اشتقاق میکنیم همین کلمه را، یعنی اینمی یک کلمه، اینمی ضرب، همین 12 چیز اشتقاق میکنیم. که مثلا قتل، اینمی 12 چیز اشتقاق میکنیم. برای همین خاطر اشتقاق به معنای گرفتن، یعنی اصلش این است و از این کلمه را ما گرفتن میگیریم. خب میگه که عرب، صاحب کتاب اکنون بیان میکنه، میگه عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکنند. ببینید عرب از هر مصدر، اینا را نامش مصدر است، اسم مصدر، از هر یک مصدر 12 چیز اشتقاق میکنه. این همون 12 چیز است. بیاید یک بار کوتاه اینها را میخونیم. این 12 چیز چی است؟ یکم فعل ماضی است، ماضی. دوم مضارع. یکم فعل چی است؟ ماضی. دوم مضارع. سوم اسم فاعل. چهارم اسم مفعول. پنجم جهد. ششم نفی. هفتم امر. هشتم نهی. نهم اسم زمان. دهم اسم مکان. یازدهم اسم حالت. دوازدهم اسم تفضیل. پس این چه 12 چیزهایی که اشتقاق میکنندش عرب این 12 چیز رو اشتقاق میکند. خب اکنون هر یک با معنی دارد به زبان فارسی. زود ترجمهش همچنین میخونیم. ماضی زمان گذشته را گویند، یعنی ماضی زمان گذشتگی است. مثلا میگم ضرب زد، کی زد؟ در زمان گذشته. ماضی زمان گذشته را میگن. مضارع زمان آینده را میگویند، در آینده می آمدگی را. اینا چی میگن؟ مضارع. مثلا یضرب میزند، کی؟ در زمان آینده ولی زدگی نیست، بعد میزند. خب اسم فاعل نام کننده کار را گویند، نام کننده کار را گویند. یعنی اسم فاعل کسی که کار میکند. مثلا میگیم که آکلون خورنده، یا ضارب زننده، کسی که میزند او ضارب است، یعنی اسم فاعل زننده. اسم مفعول نام کرده شده را گویند، کسی که در بالاش کار واقع شده است. مثلا میگه مضروب زده شده، کسی که شته خوردگی است او را میگه مضروب، یعنی زده شده، شته خوردگی آدم. خب اسم مفعول جهد چی است؟ اسم فاعل نام کننده کار را گویند. اسم مفعول نام آن چه کار با وی کنه، نام آن کسی که کار با اون واقع شده است، نام کرده شده را گویند. و جهد چی است؟ جهد این کار ماضی را میگویند. جهد این کار ماضی. مثلا میگوی که ضربه، مثلا یک سوال میکنه که آیا زد؟ هل ضربه یا ضربه؟ مثلا جواب میتوند میگوید که لم یضرب، نزد است. کی نزد؟ در زمان گذشته، که ان شاء الله اینها رو به تفصیل در آینده میخونیم. بعد از این نفی است، این کار مستقبل، این کار زمان آینده، یعنی لا یضربو، نمیزند. لا یضربو یعنی که نمیزند، در آینده یعنی نمیزند. خب امر چی است؟ امر فرمودن. مثلا میگه اضرب، بزن، این چی است؟ فرمان است، فرمودن است، این امر هست. نهی چی است؟ باز داشتن، منع کردن. مثلا میگه لا تضرب، نزن، لا تضرب، نزن، این چی است؟ نهی است. اسم زمان به مثل مضربون. در اینجا چی میگه؟ اسم مکان. اسم زمان نام وقتی کردن کار میگن، نام اون وقتی که کار انجام میتی. مثلا میگیم مضربون یعنی وقتی زدن، مضرب وقتی زدن. در زبان تاجیکی باشه ما میگیم که وقتی زدن، وقت استفاده میبریم. اما در زبان عربی فقط میگیم که مضربون. پس مضرب خودش در بر میگیرد وقت را، وقتی زدن. اسم مکان نام جای کردن کار را میگویند. مثلا ما یک جا را بگیم که جای زدن هست، جای زدن، مثلا با تاجیکی میگیم جای زدن است، لیکن به عربی میگه مضربون. پس مضربون هم اسم زمان است هم اسم مکان. این رو ان شاء الله در آینده با تفصیل میخونیمش. اسم آلت نام آن چی کار با وی کنن. اسم آلت مثلا مضرابون یعنی چیزی که بچه که میزنی. مضرابون آلتی زدن، هر چقدر زده می شود او را میگن مضراب، یعنی آلتی زدن. مثلا در را با چی میکشویم؟ با کلید. همین کلید کشوینده در است.
پس همین کلید رو عرب چی میگه؟ مفتاح میگه. مفتاح یعنی آلتی کشاینده که در رو میکشاید. خب اسم تفضیل نامی بهتر. اسم تفضیل نامی بهتر است. به مثل چی؟ به مثل اینه که مثلا من میگویم که مثلا این خوب است لیکن اینش خوبتر هست. پس همین خوبتر هست اسم تفضیل است. در زبان تاجیکی در آخرش کلمه تر را همراه میکنیم. مثلا میگیم خوب و خوبتر. همین خوبتر اسم تفضیل است که ان شاء الله در آینده با تفصیل خواهیم خواند. اکنون این بود فعل ماضی با معنا، این اشتقاق های 12 گانه با معناهایش. اکنون بیا میخونیم مثال هایشان را. اکنون اینها باز مثال ها دارند. مثال هایشان را بیا اکنون میخونیم که مثال هاش چی است. مثلا فعل ماضی مثالش چی است؟ ضرب زد و مرد در زمان گذشته. این شد فعل ماضی. همین ضرب را ما از چی اشتقاق کردیم؟ از همین ضربون. ببینید در کلمه ضرب هر چی حرفی که در اینجا هست در اونجا هست، فقط حرکت را تغییر دادیم شد فعل ماضی. برای همین خاطر میگیم که ما از همین سه حرف این 12 چیز اشتقاق میکنیم، یا که از این سه حرف دیگر باز 12 چیز دیگر اشتقاق میکنیم. دقت دادید؟ همین 12 چیز اشتقاق میکنیم. مثلا یا که ضربون بود، ضاد داره و ب زدن، این مصدر شد. اکنون ما ضربش کردیم زد و مرد در زمان گذشته. اکنون باید ما بگیم که میزند و مرد در زمان آینده. چه میگیم؟ میگیم که یضربو میزند و مرد در زمان آینده. این اسم چی است؟ این فعل مضارع است. اسم فاعل ضاربون یعنی که یا مردی زننده. اسم مفعول مضروبون این چی است؟ اسم مفعول. جهد لم در اولش لم میاد، با همین فعل مضارع را بعد میاریم. لم یضرب فقط آخرش ساکن میکنیم. لم ساکن میکنیم. اینجا ضمه است یضربو، لم ادراوادیم لم یضرب میشود. نفیده میگیم لا یضربو چطور که در اینجا بود لا یضربو. بعد از این چی است؟ امر معنیش مثالش اضرب. مثلا میگیم اضرب معناش بزن، اضرب. نهی مثلا میگیم لا تضرب لا تضرب. اسم زمان مضربون اسم مکان همچنین مضربون. اسم زمان و مکان با یه وزن میوین. فقط از معنا کلمه را نگاه میکنیم بعد میفهمیم که اون چی است. مضربون هرچه مضربون یعنی اسم زمان و مکان یخیل است. اسم آلت مضرابون مثل آلتی زدن. اسم تفضیل اضربو. ببینید اضربو یعنی زننده تر، کسی که بسیارتر میزند. خب اینها بود مثال هایشان. اکنون 12 چیزی که اشتقاق کردیم. اکنون شما این را دقت بتید. در اینجا ما عینمی ضاد داره و ب گرفتیم. ببین ضاد داره و ب هر سهش هست. اینجا یا همراه کردیم باقی مانده هر سهش هست. در اینجا الف همراه کردیم این هر سه حرفا هست. در اینجا یک میم و یک واو همراه کردیم باقی مانده ضاد داره و ب هست. در اینجا باشد همچنین. در اینجا یا همراه کردیم این لم خودش کلمه جدا است. یا در اینجا یا همراه کردیم یا لای دیگر موندیمش. در اینجا یک الف همراه کردیم. در اینجا یک ت همراه کردیم. در اینجا یک میم و همچنین میم و میم با الف یک جا و همزه همراه کردیم. ببینید همین حرفا را ما همراه که میکنیم در اصل همین سه تا معناها دیگر شدن میگیرند. معناها تغییر یافتن میگیرند. انا همین را میگویند اشتقاق ها. اکنون یک بار دیگر این را زود در کتاب میخونیم که این را چی ترجمه میکند. مثلا میگه ضرب یضرب ضربن ما ننویسیم زیرا اینکه در اینجا هست. ضرب مصدر هست برای خود در اینجا ننویسیمش. فهو ضاربون ننویستگی هستیم و ذاک مضروبون
نوشتگی هستیم زده شده. لم یضرب، لا یضرب، یضرب ایرا نوشتیم یضرب. اینجا دیگه کلمه لیضرب است نه نوشتیمش. لیضرب این برای امر غایبش میگویند. این امر غایب است. این ان شاء الله در وقت تفصیلات بعد میخونیم شه. و در وقت لیضرب یعنی بگو تو وی رو بزند، اینا میگن امر غایب. امر غایب امر بالامش میگن. اینا ان شاء الله در آینده خواهیم خواند. در اینجا ننویسیمش زیرا که این تفصیل میخواهد. لا تضرب این نهی است. لا تضرب. مضربون، مضربون ببینید هر دوش مضربون اسم زمان و اسم مکان است. مضرابون، مضراب اسم آلت است. اضربو اسم تفضیل است. با همین این مثال ها بود. اکنون با یک بار دیگر صاحب کتاب نوشتگی است میخونیم ترجمهش میکنیم. مثلا ضرب، ضرب معنیش است زد و مرد در زمان گذشته فعل ماضی است. فعل ماضی. خب دوم یضربو میزند و مرد در زمان آینده فعل مضارع. یضربو میزند و مرد در زمان فعل چه؟ مضارع. ضربن زدن مصدر. این ضربن یک دیگه بود. ضربون یا ضربن اصلش ضربن باید بیاید. ما ضربون نوشتیم. ضربن به معنی چی است؟ زدن یعنی مصدر. خب فهو ضاربون یک مرد زننده اسم فاعل. ضاربون یک مرد زننده اسم فاعل. و ذاک مضروبون یک مرد زده شده اسم مفعول. این اسم چه؟ مفعول هست. یک کسی که شته خوردگی است. زدگی انشه. نمیدونیم کی زدگیشه. لم یضرب نزد و مرد در زمان گذشته فعل جهت. لم یضرب فعل چی بوده است؟ فعل جهت. در زمان چی؟ در زمان گذشته. خب لا یضربو نمیزند و مرد در زمان آینده. این فعل چی؟ نفی است. فعل نفی. اضرب بزن تو مرد امر حاضر. اضرب این امر چی؟ امر حاضر. لیضرب گو تو بزند و مرد این امر چی؟ غایب است. امر بالام گفتیم این را یا امر غایب. این را میگن امر حاضر یا امر بلام. این دو نام دارد. امر یعنی امر حاضرش میگیم یا امر بلامش میگیم. این باشد این را امر غایب میگیم یا که امر لامدار میگیم. برای این لام لی دارد برای خاطر امر بالامش میگن. لا تضرب مزن یعنی که نزن تو مرد امر حاضر. لا تضرب این امر چی است؟ لا تضرب مزن نهی است. این نهی است. لا تضرب این چی است؟ نهی. مزن تو مرد نهی حاضر. مضربون وقت زدن و جای زدن اسم زمان و اسم مکان. مضربون ببین مضربون گفتم این هر دی یک خلقی هست. پس یک جای آورد صاحب کتاب میگه اسم زمان و اسم مکان. هر دین یک چیز است. مضرابون مضرابون این چی است؟ آلت زدن. اسم آلت. مضراب آلت زدن پس اسم چه؟ اسم آلت است. اضربو زننده تر. اضربو زننده تر اسم چی است؟ اسم تفضیل. پس این بود اشتقاق های 12 گانه. اشتقاق های 12 گانه به همین به پایان رسید. اکنون بعد از این یک کمی درباره فعل درباره ما معلومات میتید. بعد این چیزهایی که گفتیم لازم است اینها را میارد. برای خودت دقت بدید. اینها را حفظ کردید. این را هم حفظ بکنید که این اصطلاحات علمی صرفی است که دیگر ما در آینده اینها را گفتیم ترجمه نمیکنیم. مثلا فعل چی است؟ فعل حدث است. حدث یعنی که یک پدیده است. پدیده یعنی که یک حدث یک چیزی به وجود آمده است. فعل حدث است. پدیده است. او را محدث میباید. او باید یک محدث باید داشته باشد. پدید آورنده باید داشته باشد. به وجود آورنده باید داشته باشد که یک کس به وجود بیاد. مثلا ضربه فعل است. حدث است یعنی زدن یک کار است. لیکن اگر یک آدم یا یک چیز همین زدن اگر اجرا نکند فعل زدن به وجود نمی آید. یا آدم میره و میزند بعد میگیم که ضربه زد. اگر نزنی ضربه به وجود نمی آید. همون را میگه که فعل حدث است. او را محدث میباید. محدث یعنی اجرا کننده فاعل. محدث او فاعل او است میگه. همون کسی که او کار انجام میدهد همون را میگن فاعل. فاعل همو است. فاعل فعل واحد بود. فاعل فعل اکنون میگه یکتگه می شود و تثنیه بود و جمع بود. دو و جمع می شود. جمع زیاده دو. 3 کس 10 کس 1000 کس 100,000 کس همه را جمع میگن. هر یک از اینها متکلم بود و مخاطب بود. متکلم سخنگوینده. مثلا من گپ میزنم من متکلم هستم. مخاطب بود. مخاطب شما دوزی گپ شما مخاطب هستید. یا کسی در پیش من شنو گپ میزنم او آدم
مخاطب است. اکنون من چی هستم؟ من متکلم. و غایب بود. غایب کسی که نیست. مثلا درباره احمد گفتنی شخصیت من حالا گپ میزنم، احمد نیست. یا درباره صاحب کتاب بدون گپ میزنم، صاحب بدون قطعی مو نیست. پس این چی شد؟ غایب شد. غایب یعنی درباره یک کسی دیگر گپ زدی، اون کسی میگن غایب. و هر یک از اینها مذکر بود و مؤنث بود. اکنون هر یک تایی میگفت که مذکر میشد یعنی مردانه و مؤنث میشد یعنی زنانه. اکنون همین کلمه گفته که روز ترجمه میکنه، میگه واحد یک، تثنیه دو، جمع زیاده از دو، گفتیم از دو کس زیاد باشه، 3 کس، 100 کس، 1000 کس، همه را جمع میگن. متکلم سخنگوینده را گوید، من گپ میزنم سخنگوینده هستم، یا هر کسی که گپ میزند او سخنگوینده است، متکلم است. مخاطب آن که سخن با وی گویند، مخاطب کسی که من طرفش گپ میزنم او آدم مخاطب است و من متکلم. و غایب آن که سخن از وی گویند، درباره کسی دیگر گپ زدیم، درباره آدم دیگر گپ زدیم، او آدم چی میشود؟ غایب میشود، این غایب است. مذکر مرد، مذکر یعنی مرد، جنسی مرد. مؤنث یعنی زن، جنسی زن. پس این بود درس امروزه ما و شما. پس این چیزهایی که در اینجا هست این را یک بار میخوانم، دقت بدید. یکم یعنی که 11 اصطلاحات خاصی لازم است که اینها را شما باید وقتی که به عربی که میگیم دیگه ترجمهش نمیکنیم، در یادتون داشته باشید. یکم حدث. حدث گفتیم چی؟ پدیده. فعل حدث است یعنی که یک پدیده است. دوم محدث. محدث یعنی به وجود آورنده، پدید آورنده، کسی که همون کار میکند. فاعل همچنین، محدث فاعل هر به یک معنا است. فاعل یعنی اجرا کننده، پدید آورنده. واحد یک، تثنیه دو، جمع زیاده دو. متکلم آدم گپ زننده، کسی گپ میزنه متکلم است. مخاطب کسی که طرف او گپ میزنی. غایب کسی را که در عینامش گپ میزنیم، خودش نیست، عینامش گپ میزنیم. مذکر مرد، مؤنث زن. پس این 11 اصطلاحاتی هست که این 11 اصطلاحات رو باید شما حفظ بکنید، باید بدونید. زیرا اینکه ما در آینده وقتی که انشاءالله درس آینده ما و شما شروع می شود، اکنون این ماضی 14 صیغه گرفته می شود، فعل معلوم 14 تا مجهول، این مضارع همچنین، از اینها یعنی چند صیغه گرفته می شود. اینها را انشاءالله درس آینده شروع میکنیم. حاضر فقط میگیم که از این 14 صیغه گرفته می شود، از این هم 14 صیغه گرفته می شود، از این 6 صیغه، از این 6 صیغه، از این 14 صیغه، از اینش هم 14 صیغه، و از امر 6 صیغه، و از نهی همچنین 6 صیغه. اسم زمان 3 صیغه گرفته می شود، یعنی صیغه گفته یعنی که 3 کلمه، 3 نمود. مثلا از زمان بگیریم اگر یعنی که یک زمان، دو زمان، جمع زمان ها، همینطور 3 تا. از مکان همچنین 3 تا. از اسم آلت همچنین 3 تا گرفته می شود. از اسم تفضیل 6 تا. پس اینها رقمایی که گذاشتیم از هر یک تا همینها همین قدر گرفته می شود. درس آینده انشاءالله فعل ماضی را شروع میکنیم، 14 تا گرفته می شود. اون 14 تا چی است؟ انشاءالله درس آینده شما خواهید دید و بیان خواهیم کرد. کلمه ضربه را تا آخر کتاب، همین کلمه ضربه قطعی تا آخر کتاب میریم. بعد دیگه شما میتونید که قتل را در جاش بگید، مثلا قتل، یقتل، قاتل، مقتول، لم یقتل، لا یقتل، اقتل، لا تقتل، مقتل، مقتال و اقتلو. همینطور دیگه هر کلمه‌ای که هست مانده رفتنش میگیری، همینطور جمله سازی میکنی. همین چی میگن؟ اشتقاق های 12 گانه. انشاءالله درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آوردید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.